دوستان و همراهان صفحه اپستین فارسی، قرار اولین قسمت رو تقدیمتون کنم. خب بریم سراغ سند 010-565، جایی که ادعا شده در واقع به یک دختر 16 ساله تجاوز شده. اون فقط 16 سال داشت، یه پناهنده‌ای که از جنگ فرار کرده بود، دختری که روی جلد مجلات مد و فشن می‌درخشید و مردی که خودشو ناجی و مربی و حامی اون معرفی کرده بود. اما پشت در بسته آینده درخشانش مثل یک کابوس شده بود. این داستان سقوط یک رویاست و داستانی که فقط نشون میده که یک آدم قدرتمند چطور میتونه اعتماد یک نوجوان رو به سلاح تبدیل کنه. میریم سراغ بخش اول که ما از الان اون قربانی این اتفاق رو اسمش رو میذاریم الن توی کودکیش توی جنگ داخلی بوده. توی 6 سالگی همراه خانواده‌اش از روستاشون فرار میکنن، بی پول بی پناه و با لباسایی که صلیب سرخ به اونا داده بود از اون روستا میرن. سالها بعد خانواده‌اش به آمریکا میرسن. یه نوجوانی یه زیبایی طبیعی داشت که مسیر زندگیش رو تغییر میده. توی 14 سالگی وارد دنیای مدلینگ میشه و توی 16 سالگی به نیویورک رفت، تنها بدون نظارت خانواده، توی شهری که یا تو رو میبلعید یا ستارت میکرد. اون توی آستانه تبدیل شدن به یه سوپر مدل بود. مشتریای خفنی داشت، مثلا از جمله مشتریای اون ویکتوریا سیکرت بود. اما درست تو همین نقطه یه مردی وارد زندگی شد که همه چیز رو تغییر داد. جفری اپستین، مردی با ارتباط سیاسی سطح بالا، دوستای رئیس جمهور، کسی که اسم دانشگاه هاروارد رو کنار اسم خودش می آورد و اون خودش رو به عنوان مربی مهربون به این خانم معرفی کرد. کسی که میتونست آینده حرفه‌ای اون رو تضمین کنه. برای الن 16 ساله که از خانواده‌اش فاصله گرفته بود، اون تبدیل به مرکز جهان شده بود. الن اعتماد کرده بود چون فکر میکرد که این همون حمایتیه که توی زندگیش همیشه کم داشت. جفری الن رو از نظر عاطفی وابسته کرد، به او القا کرد که والدینش درکش نمی‌کنن، به اون گفت تنها کسیه که واقعا خیر و صلاحش رو میخواد. اونو به دیدارهای خصوصی دعوت میکرد، دیدارهایی که در ابتدا بی خطر به نظر میرسید اما مرزها آروم و حساب شده جابجا میشدن. اون 16 سال داشت. خب بی تجربه بود، کاملا تحت نفوذ مردی که قدرت، پول و نفوذ داشت. اون چه اتفاق افتاد به گفته وکلای الن سوء استفاده جنسی و روانی سیستماتیک بود. اولین تجربه جنسیش نه با عشق، نه با انتخاب، بلکه در فضای تهدید، کنترل و ترس شکل گرفته بود. توی ظاهر الن در حال صعود بود اما درونش در حال فروپاشی. دچار حملات عصبی میشد، گریه‌های کنترل نشده داشت، ناتوانی در حضور جلسات کاری. اون حتی از نیویورک فرار کرد، به کانزاس برگشت و دیگه هیچ وقت برنگشت. حرفه‌ای که میتونست اونو خیلی معروف کنه الان به کابوسش تبدیل شده بود. اون به افسردگی مزمن مبتلا شد. بیش از 18 سالگی به خودکشی فکر میکرد. بارها با خط بحران تماس گرفته بود. اون احساس میکرد که یه سوپر مدل به یه چیز بی ارزش تبدیل شده. سالها بعد وقتی خبر دستگیری جفری منتشر شد و اتهام اون قاچاق دختران زیر سن قانونی بود، توی اون لحظه قطعات پازل کنار هم قرار گرفتن. اون فهمید که تنها نبود، فهمید یه بخشی از الگو بود، مهره‌ای در سیستمی بزرگ. 10 سال طول کشید تا درک کنه چی به سرش اومد. به گفته وکلای الن، آسیب‌ها فقط مربوط به گذشته نبودن. اون توی ایجاد روابط سالم حتی مشکل داشت. با اضطراب، تهوع عصبی و خاطرات مزاحم زندگی میکرد. حرفش عملا نابود شده بود. این فقط یه داستان معمولی نبود، داستان سوء استفاده از اعتماد بود. داستان این که چطور قدرت و پول بدون نظارت میتونه یه همچین فروپاشی روانی برای آدم ایجاد کنه. حالا ما که نمیدونیم چندین نفر دیگه سکوت کردن و چندین نفر دیگه رویاشون خاموش شده و اسنادی که از جفری منتشر شده تازه بخشی از میلیون ها سنده.
این پرونده بر اساس واقعیت بود. من سعی کردم توی این ویدیو خیلی خلاصه توضیح بدم، چون اگر قرار بود کامل توضیحش بدم تقریبا 6 صفحه بود و مطمئنا از حوصله ها خارج بود. خب آروم آروم ویدیوهای دیگر پرونده ها رو هم میذاریم، از جمله فساد ترامپ، دیدارهای رئیس جمهورهای بعضی از کشورهای اسلامی و هدیه دادن پرده خونه خدا و خیلی ممنون تا اینجا همراه بودید. لایک یادتون نره، نظرتون هم برام بنویسید.